به شبکه تلگرامی ما داخل شد و شما از اولین شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در بیشترین آزمون‌های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. سوره طارق. آنچه در شب آید در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والسماء و طارق. الله سوگند یاد می کند به آسمان و ستاره که شبانگاه پیدا می شود. و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. و تو چی دانی که ستاره که در شب پیدا می شود چی هست؟ ستاره درخشانی هست که تاریکی شب را می شکافد. این کل نفس لما علیها حافظ. کسی وجود ندارد مگر که بر او فرشته وکیل کرده شده است برای نوشتن عملهای او. فلینظر الانسان مما خلق. پس آدمی که روزی از نو زنده گردانیدن بعد از میرانیدن را انکار می کند بنگرد که از چی چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از آب منی جهنده ناچیز آفریده شده است. یخرج من بین الصلب والترائب. که از میان استخوان پشت مرد و استخوان سینه زن بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر. بیگمان الله به باز آفرینیش او تواناست. یوم تبلی السرائر. روزی که رازهای نهان آشکار می شوند و عمل صالح از عمل فاسد جدا می گردد. فما له من قوة ولا ناصر. آنگاه او را توانایی و یاوری نباشد. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. سوگند به آسمان باز بارنده، سوگند به زمینی که در آن شکافی ها هست، از آنها گیاه ها می رویند. اینه لقول فصل. بیگمان قرآن سخنی روشن و جدا کننده حق از باطل است. و ما هو بالهزل. و آن هزل نیست. اینهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. بیگمان آنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را باور نمی کنند حیله می اندیشند تا قرآن و رسول را دروغ برآورند و باطل خود را تایید نمایند. و من نیز چاره می اندیشم تا حق را نصرت دهم اگرچه کافران را ناپسند آید. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. پس کافران را مهلت ده، اندک مهلتشان ده.
و در فرود آمدن عذاب به آنها شتاب مکن. شما ترجمه معنای سوره طارق را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. از قرآن کریم و ترجمه معنا در روش میسر گرفته شده است. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستورآمد انسان، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم به شبکه ما و شما ما را مستقیما این لحظه ها تماشا دارید به واسطه دو شبکه، هم قرآن دستورآمد انسان و همچنین در شبکه یوتیوبی زمانی دانستان. سر آغاز از شما خواهش میکردم تا که ما و شما را و آزمون ما و شما را زیادتر نفران تماشا کنند. شما میتوانید زیر نوار این لحظه لایک مانید و همچنین اگر توانید کامنت ها یعنی شرح نوشته کنید و اگر توانید در شبکه های دیگر اجتماعی تقسیم نمایید تا که دیگر نزدیکان شما و آنهایی که شما دوست می‌دارید آنها نیز و ما پیوست شوند. و امروز من برنامه را میخواستم از آیت های قرآنی آغاز کنم، چون حمد و ثنا گفتنی ما و شما الله سبحانه و تعالی را هر چندی که میکنیم کم است. و اگر شما صدا را خوب میشنوید تماشابینان عزیز، چون برنامه ما این واسه برنامه مستقیم صدا میدهد و اگر همش خوب باشد دیگر آغاز کردن گیرم. در کامنت در شرحتان در کامنتاری ها نوشته کنید اگر صدا همش خوب باشد. امیدوارم که میشنوید. و امروز چند همان آیت ها را از 4 سوره یک آیتی من برای شما ترجمه معنایش را میخونم تماشابینان عزیز و ببینید که در فضیلت حمد و شکر الله را. در سوره بقره آیت 152 من عیناً میخونم معنایش را. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گوید و ناسپاسی نعمتی من نکنید. یعنی در این آیت الله مؤمنان را به ذکر خود امر کرد و بر آن بزرگترین مکافات را وعده داد و آن مکافات مدح و ثنای است نزد فرشته ها بر کسانی که او را ذکر کردند. همچنین در سوره ابراهیم آیت 7 نیز چنین آمده است: و موسی برایشان گفت به یاد آرید وقتی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر مرا شکر گویید بر نعمت شما می افزایم و اگر ناشکری کنید بدانید که عذاب من سخت است. همچنین در سوره اسراء آیت 111 چنین آمده است: سپاس کامل الله را که فرزند اختیار نکرده است و او را شریک در ملک نیست، بلکه تمام ملک از آن اوست و به ناتوانی نیفتد که به یاری محتاج شود. پس او را به تعظیم کردن بسیار یاد کن. برای هر یکی ما و شما این سخنها. و همچنین در سوره یونس آیت 10 چنین آمده است: دعایشان در آنجا پروردگارا تو پاکی و درودی الله و فرشتگان و درودی بعضیشان بعضی را در جنت سلام است و پایان دعایشان این است: شکر و سپاس مخصوص پروردگاری جهانیان را. الحمدلله و شکر الله را که امروز ما و شما باز توانستیم
برنامه را برای امروز آماده کنیم تا که یک چیزی نوی دیگر را برای خودمون بیاموزیم. و برنامه امروز نیز به مثل همیشگی از سوالهای خیلی عادی و آسان گرفته شده است و من این لحظه ها خب اکران را دو تقسیم میکنم تا که شما توانید گیم پین را بینید. هرچند من گیم پین را در بالا نوشته کرده بودم و شما پیشتر اعلان کرده بودم که هر یکی ما شما توانید در آن خب اشتراک کنیم. گیم پین برای امروز 422 33 07 آنهایی که قبلا وارد شدن الکی دیدند. خب بله چنین مرحمت داخل شود. 422 33 07 این از گیم پین و زیری کامنتاریاتون خب سخنهای خوب نوشته کنید انشاءالله و دعای شما را حتما من روی اکران میبرارم تماشاگران عزیز. و یک بار دیگر هر یکی شما خوش آمدید به برنامه ما و امیدواریم که امروز برنامه ما نیست مثل همیشگی خوب میگذرد و طب ما و شما بالیده می شود، چون عمر کوتاه هست تماشاگران عزیز. همه ما و شما میدانیم، یقین داریم که یک روز نه یک روز به مثل دیگران که برادران و خواهران و مؤمنان گذشتند و رفتند ما هم می رویم. از این خاطر با همدیگر نیکی کنیم، با همدیگر معامله خوب کنیم، یعنی همدیگر را دوست داریم و این است بهترین خصلت برای ما و شما. چون بار دیگر تاکید میکنم که این حیاتی نه اونقدر دور و دراز است. از این خاطر باید ما و شما از خود این لحظه، از خود حاضر که شنیدیم، حیات سالم را، حیات درست را به سر بریم. اکنون حیات سالم گفته چرا میگویند؟ انشاءالله ما امروز در برنامه انشاءالله گفته میگذاریم، چون حیات سالم تنها خورد و خوراک سالم و دیگر عملها نیست، بلکه باز برای سالم، پورا سالم بودن، یعنی مکمل شدن، عملهای عبادتی زیاد برای ما و شما زیاد لازم بوده است. خب خوش آمدید. 8 نفر رو من میبینم که داخل برنامه ما شدند و خب بله، اینجا نصرالدین زاقوف پرسیدند که چگونه از تلفن استفاده کرده می شود، از یک تلفن. خب یک بار من در برنامه های قبلی نشان داده بودم، واقعا می شود از یک تلفن استفاده برده هم تماشا کنید و همچنین اشتراک کنید و امیدوارم که می توانید، چون نوارهای خیلی زیاد هم در یوتیوب هست. شما می توانید جستجو کنید چگونه می توانیم با واسطه یک تلفن، یعنی اکران تلفن رو دو تقسیم کنیم و حتما شما می توانید که در برنامه اشتراک کنید. خوش آمدید میگم برادرای همزبان ما، فارس زبان و آنهایی که در دولت‌های اروپایی قرار دارند، شما را نیز خوش آمدید میگم. الله پاداش نیکتان تید و نوار رو تقسیم کنید تماشاگران عزیز به دیگران، تا که دیگران نیز دانند که ما چنین برنامه ها داریم. انشاءالله یک چیزی خوب رو با هم می آموزیم انشاءالله. اینجا ابوبکر حلیم نوشته کردن برادران سوال جواب این دوست داشتنی ما دینمان را به فکرم چون این خواستن نوشته کردن و در دوامش نوشتند که دستگیری کنیم. بله انشاءالله
خب بله، من بیاید روی اکران کنم. و ابوبکر انشاءالله واقعا عمر از عمر فرق میکند و کار از کار فرق میکند، عمل از عمل فرق میکند. آن چیزی که شما گفتید حق است، امروز حقیقت است، اما عمرش نه اونقدر دراز است، یعنی کوتاه است. و چون در چند روز پیش در شبکه تلگرامی اگر در خاطر داشته باشید، من یک آیتی از سوره نحل مانده بودم، آیتی 96 اگر خطا نکنم. بله، آنجا الله تعالی میفرماید آنچه نزد شماست فنا می شود، یعنی گذرنده است، و آنچه نزد الله است باقی میماند، و آنان را که صبر ورزیدند ثواب بهتر از کردارشان خواهیم داد. از صبوران باشیم، از صبوران باشد، صبر کننده ها باشد. چون این یک بار دیگر میگویم این سخن های الله است. در سوره نحل ترجمهش رو میتونید در شبکه قرآن دستور عمل انسان یابید و تماشا کنید. آنچه در نزد شماست، یعنی در نزد ما و شماست، گذرنده است و میگذرد، و آنچه نزد الله است باقی میماند، و آنان را که صبر ورزیدند ثوابی بهتر از کردارشان خواهیم داد. الله وعده کرده است. از این خاطر ما صبر میکنیم، و چون گفتیم عمل از عمل فرق میکند و هر کس مکافاتی عملی خودش را میگیرد. از این خاطر ما و شما بیایید این لحظه از بخل و کینه دور باشیم، همدیگرمان را دستگیری کنیم. و من آماده هستم که شبکه هایی که علمی است، شبکه هایی که دانش می آموزد، فرق ندارد چگونه دانش نباشد، دانشی که ما را از ایمان دور نکند، این گونه باشد، من آماده هستم بدون پرداخت تبلیغ کنم. و شما نیز کوشش کنید شبکه هایی که برای خودتان دوست می‌دارید آن را تماشا میکنید و مواد آن شبکه برای شما معقول است و آن تعلیمی است، آن را به دیگران پهن کنید تا که به اجر و ثوابی آنهایی که مهنت میکنند، کار میکنند، شما نیز هم شریک شوید. و فکر میکنم که این کاری مشکل نیست برای ما و شما، یعنی لایک ماندن و زیر نوار و همچنین آن را به دیگران تقسیم کردن. این کاری از همه آسان ترین است، از همه کاری آسان ترین است. و من یک تقریبا چند سال پیشتر یک شرح حدیث را در شبکه مانده بودم. اگر کوتاه کرده گویم، هر کسی که مثل دانه خردل در دلش کبر داشته باشد، کینه داشته باشد، بخل داشته باشد، هرگز بوی بهشت را نمی بیند. این از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. از این خاطر انا همون کینه ها را از دلمون باید دور کنیم، قلبمون صاف باشد و انشاءالله که همش خوب می شود. از این خاطر بیایید خوش آمدید میگم همه شما را. خب خوش آمدید. اینجا برادر ما عبدالستار نیست، پیر محمد زاده آمدند. خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دیدن شما و شنیدن آن خیلی خرسند هستم. خوش آمدید. ما نیز از اشتراک شما خیلی خوشحالیم برادر عزیز. گاه میبینیم که شما نیز به پیش میبرید عبدالستار. و تشکر زیاد قدیر برای شما. الله از شما هم راضی باشد و پاداشی نیک برایتان عطا کند. خب بیایید قسمت اول را ما تیار هستیم که آغاز کنیم این لحظه. و آنهایی که
دیرتر پیوست میشوند همیشگی رقم گیم پین زیر نوار هست و شما نیز میتوانید بعدا نیز به برنامه داخل شوید. و اگر هر یکی شما آماده باشید ما 14 نفر رو در داخل برنامه میبینم. ما تیار هستیم و انشاءالله خودی حاضر یک جای با شما آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: کدامی از صحابگان چون مفسر قرآن شناخته بود؟ ابو بکر، ابو هریره، ابن عباس، الخطاب. کدامش جوابی درست است؟ وریانت های شما: آنهایی که داخل شده نتوانید در چت نوشته کنید و من 3 جواب اول رو انشالله نوشته میخونم انشالله. مرحمت. و خب 7 نفر جوابی درست گفتند. بله، ابن عباس، چون مفسری قرآن مشهور شده بود در دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم و این است جوابی درست و اکثریت جوابی درست بهترین است. خب در داخل چت ما، زیر چت ما جوابی درست ماشاءالله. خیلی خوب. و به سوالی دیگر میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن به سوالی دیگر انشاءالله میگویم. خب در جای اول امید، جای دوم محمد، عبدالله، عمر، انس، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. خب که دیرتر آمدید در پایان نگاه کنید از طرف دستی راست روی اکران گیم پین است 422 307 میتوانید شما نیز داخل شوید به برنامه ما. سوالی 2: ایمان زیاده از 60 شاخه دارد. یکی از شاخه هایش این نیکی، شرم، دوستی با مؤمنان و یا صداقت. کدامش درست است؟ ایمان زیاده از 60 شاخه داشته است. یکی از شاخه هایش این وریانت ها در پایان. خیلی خوب، بهترین. 1 نفر گفتند نیکی، 3 نفر گفتند دوستی با مؤمنان و 1 نفر و 5 نفر اکثریت جوابی درست گفتند. بله، شرم است. در داخل زیر چت ما فکرهای اسلامی جوابی درست گفتید، سلمانی فارس جوابی درست گفتید و سلیم جوابی درست گفتند. دنیای غم نیست، سلیمانوف جوابهای درست از شما آمده رسید. خیلی خوب، بیایید ببینیم که به پیش برآمد. امید، محمد، عبدالله، عبدالوحید، عمر، حبیب، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید. خیلی خوب، من شما را تبریک میکنم. سوال 3: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آنهایی که برایشان میزنند و لباس درانده سخنانی دوره جاهلی میگویند به عذاب سخت دچار میشوند، از ما نیست، گناهگار هست، در آتش درآیند. یعنی اگر یگان مصیبت سرزند آنها به قول خودمان رویکنی میکنند و مویکنی میکنند. به قول خودمان در حدیث چنین آمده است آنهایی که برایشان میزنند و لباس درانده سخنانی دوره جاهلی میگویند. وریانت ها در پایان است. و بله 6 نفر جوابی درست گفتید. از ما نیست، آنهایی که برایشان میزنند و لباس درانده و سخنهای دوره جاهلی میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که از ما نیست. خب فکرهای اسلامی جوابی درست گفتید. سلمانی فارس جوابی درست گفتید. خب
номҳои хубро ман мехонам ҷавобҳоятонро. хоб дунёи ғам, бале, ҷавоби дуруст гуфтед. Некрус Ҷаворов низ ҷавоби дуруст гуфтанд. ва биёед бубинем ки ба пеш гузашт. Абдулло ба ҷои аввал баромаданд. Абдулвоҳид пайи ҳам ба се саволи мо, яъне ҳамагӣ ҷавобҳои дуруст гуфтед ва дар пеш ҳастед. Анас, Умед ва Муҳаммад, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. Ман шуморо самимона табрик мегӯям. хуб, кам-кам ман мебинам ки шояд аз сабаби интернет бошад. Ман фикр мекунам ки айни ҳол дуруст шуд. хуб, биёед мегузарем ба саволи дигар. маънои калимаи Аллоҳу аълим ё Аллоҳу аълам мегӯянд. Аллоҳ доност, ба номи Аллоҳ, тавоно ва бузург, дуруд бар вай, кадомаш дуруст аст? Маънои калимаи Аллоҳу аълим ё Аллоҳу аълам. бисёр имрӯзҳо истифода мекунанд ва мебоист ки мо шумо донем кадомаш дуруст аст. Ба забони тоҷикӣ чӣ аст? ҷавоби дуруст аллакай омадастид аз ҷониби фикрҳои исломӣ. хуб, касе сурх навишта кардааст. Рома Айдӣ, бале, ҷавобатон дуруст аст. Яван ТВ ҷавоби дуруст гуфтед. Довар Ашуров, ҷавобатон дуруст аст. Парвина Исмоилова, ҷавобатон дуруст аст. Некрус низ ҷавоби дуруст гуфтанд. Комрон Мирзоев ҷавоби дуруст гуфтед. Бале, ҳамагӣ 12 нафар дар барномаи мо ҷавоби дуруст гуфтанд. Аллоҳ доност. Ягон кас хато нагуфт. биёед акнун мебинем ки ба пеш баромад. Яъне ки аввалин шуда тугмачаро пахш карда бошад, ба пеш баромаданд. Инак мебинем ки Абдулло чун пештара, Абдулвоҳид ҷои ду, Анас, Умед ва Муҳаммад, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. шуморо табрик мекунам. 5. тақвими ҳиҷриро ки аввалин маротиб таъсис дод? Салмони Форсӣ, Умари Форуқ, Абу Зар ва ё Абу Ҳурайра. Тақвими ҳиҷриро ки аввалин бор таъсис дод? Аз онҳое ки дар поён шумо мебинед, вариантҳое ки дар поён аст. чатҳои мо хомӯш аст. ҳам дар замони донистан ва ҳам дар Қуръон дастурамали инсон. Амир Шоҳ Мирзоев ҷавоби дуруст гуфтед. аввалин шуда. Ва дар дохили барномаи мо низ 7 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Ин аксарият аст. Бубинед, аксарият ҷавобҳои дуруст мегӯянд. Аллоҳ пок аст ва ман хеле хурсанд ҳастам ки аксарият ҷавобҳояшон дуруст аст. Машааллоҳ. ва хуб, камтаринҳо ҷавоби хато гуфтанд. биёед бубинем ки ба пеш гузашт. Яъне тақвими ҳиҷриро аввалин маротиби Умар, Аллоҳ аз вай розӣ бошад, таъсис додааст, яъне дар давраи хилофаташ. Инак биёед бубинем ки ба пеш баромад. Абдулло, Муҳаммад, Аҳмад, Умед ва Алишер, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастанд. Ва Абдулло пайи ҳам ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дуруст гуфтед. ягон хатогие надоштед. хеле хуб. саволи 6. имон дар ҷояш меистад ё каму зиёд мешавад? Савол. имон ҳамеша якхел. танҳо кам мешавад, каму зиёд мешавад, танҳо зиёд мегардад. имон дар ҷояш меистад ё каму зиёд мешавад? инак ҷавоби шумо. ҷавоби дуруст омада расид аллакай. имони зулол ҷавобатон дуруст аст. ҳоҷӣ Юсуф ҷавобатон дуруст аст.
خب میرزاєв جوابتان درست است. داور شرف، بله جوابتان درست است. بله 9 نفر جوابی درست گفتند. کم و زیاد می شود. بله چنین است تماشابینان عزیز. هرگاهی که اگر ما و شما اگر به قول میگویم در برنامه های گذشته گفته گذاشتیم اگر ضرر که نماندیم مثل آن همون بطریقه های تلفن دیگر پس شدن میگیرد. از این خاطر میباید که همیشگی ما و شما اصلاحی هم دیگر کنیم. میباید که ما و شما همیشگی علم جویم. میباید که ما و شما همیشگی درباره قصه های پیامبران خوانیم، درباره قصه های صحابگان خوانیم. نباشد انا همان بطریقه ها دیگر پست می شود، آیسته آیسته فایز هایش کم می شود و بعد از آن الله نکند که کاملا صفر شود که به همان کم شدن ایمان از این دنیا برویم. الله پناه نگه دارد. از این خاطر این گونه برنامه های ما است که ما و شما توانیم که یک لحظه چند قوت بخشیم ایمانمان را. و خودتان از من خوبتر شاید میدانید آن وقتی که قصه های قرآنی را میخوانید. ببینید من تا حال وقتی سوره یوسف را ترجمه میکردم این تقریبا 8 سال پیش بود. بله 8 سال پیش بود. وقتی ترجمه میکردم وقتی میخوندم یعنی ترجمهش را میخوندم از کتاب میخوندم در زیر چشمان من انا همون مثل فیلم میگذشت. من تنها ترجمه به زبان خودمون میخوندم، به زبان تاجیکی. و اگر ببینید آنهایی که عرب زبان هستند و زبان عربی را خوب میدانند اگر آنها به زبان قرآن بخوانند چگونه میشوند؟ دل آنها چگونه قرار میگیرد؟ این آسان نیست. اما ایمان انسان وقتی که میخواند دیگر معجزه های الله را در معجزه های الله تفکر میکند، در آن چیزی که الله آفریده است تفکر میکند، در آن درخت، در آن برگی که از درخت میافتد، در آن زیبایی که انسان دارد، در آن چشمانی که ما و شما میبینیم چگونه میبینیم، در آن گوشی که ما و شما میشنویم. و اگر ما این تفکر کنیم بعداً میگوییم که الله بزرگ است و حمد و ثنا الله را چنانه که ما در آغاز برنامه گفتیم و حتی نمیتوانیم که ما با اون یک عضوی بدنمون که داریم و نفس میکشیم، نفس بیپول میکشیم، ما شکر گفته نمیتوانیم. امروز من ببینید که بیماری ها آمده است و همون اسباب نفس کشی در بعضی منطقه ها بیپول نیست. الله که برای ما هوا را داده است و ما میتوانیم بدون پرداخت نفس کشیم، همین هوا را دیگران میفروشند. الله است که بیپول برای ما داده است. چرا ما تفکر نمی کنیم؟ این است پس شوی و بلند شوی ایمان ما و شما. از این خاطر همیشگی باید که دوست داریم برادرانی که ما را درس میگویند، برادرانی که از ایمان برای ما یا از توحید برای ما میفهمانند، برادرانی که نقل زندگی صحابگان را میکنند، پیامبران را میکنند، تفسیر قرآن را میکنند، چون آنها هستند که ایمان ما در جایش نمی ایستد. و هم بیایید تکمان به هم میبینیم که به پیش برآمد. عبدالله در جای اول، محمد، احمد، علیشیر، امید آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارند و علی کمالوف سه زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب، بهترین.
و واقعا رقابتی خوب است. ببینید که نام های وضع می شود. در آغاز برنامه دیدیم که نام ها دیگر بود و اوکی میبینیم که دیگر خب نام ها پیدا شدند. خب اینجا برادر ما سخنهایشان رو من میر ملیک زیوری رو برای شما ترجمه میکنم. بسیاری از اینجا گفتند معنای سخنهایشان، بسیاری از عرب زبان ها خواندن قرآن رو فراموش کردند. این از این ما متاسفیم، یعنی افسوس میخوریم. این است یک بدبختی باز، چون ما و شما اکثر نمیدونیم زبان عربی رو. این مشکلی است برای ما. اما خودی عرب زبان ها در اروپا اکثریتش خواندن قرآن و معنای آن را فراموش کردند و این باعثی تأسف است. بله چون این است. و میگذاریم به سوال دیگر. اماکی پیامبر صلی الله علیه و سلام حمزه ابن عبدالمطلب را کی کشت؟ وریانت ها: ابو هریره، خالد ابن ولید، وحشی ابن حرب و یا ابو لهب. کدامی از اینها؟ جواب های شما. اینک اماکی پیامبر حمزه را صلی الله علیه و سلام حمزه را کی کشته بود؟ و 11 نفر جوابی درست گفتند. بله، وحشی ابن حرب کشته بود. و جواب از گرین سپرینگ جوابی درست آمده رسید و از فکرهای اسلامی راما ایدی جوابی درست گفتند. رجب محمدیف جوابی درست گفتید. کامران میرزایف، دنیای غم، نصرالدین زاقوف جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. بیایید ببینیم اکنون که به پیش برآمد. عبدالله در جای اول هستند، چون پیهم به همه سوالهای ما جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را عبدالله. بهترین. محمد، احمد و علیشیر انس آنهایی که در جایهای اولین قرار دارید. خیلی خوب. بیایید به سوال دیگر گذاریم. نویگری که بعد دوره پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان به اسلام وارد کردند چی میگویند؟ برزخ، بدعت، جزیه یا جاهلیه؟ هر نویگری که بعد دوره پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان به اسلام وارد کرده اند آن را چی میگویند؟ وریانت ها در پایان است. خب جوابی درست از عبدالقادر باباخانوف آمده رسید و همچنین از جانب داور اشروف آمده رسید. ابوبکر حلیم جوابی درست گفتند. عبدالرحمن جوابی درست گفتید. یوان تره جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و در داخل برنامه ما 12 نفر جوابی درست گفتند برای بدعت است. هر نویگری که بعد دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد صحابگان تا به ما آمده رسیده است آن را بدعت میگویند. دو نفر جزیه هم گفتند. بدعت است. این است جوابی درست. و بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. خب محمد در جای اول، احمد جای دوم، عبدالله، علیشیر و انس آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید و 3 زینه به بالا برآمدند. احمد 3 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. واقعا رقابتی خوب است. بهترین رقابت. بیایید میگذاریم به سوال دیگر. نامی پرنده که خبررسان سلیمان بود؟ کبوتر، عقاب، هدهد و یا زاغ؟
پرنده‌ای که خبررسانی سلیمان علیه السلام بود. کدامی از این وریانت ها؟ خب جواب‌های درست رو معلقه دیدم. از اول شده خونیم. خب جواب‌های درست از سلمانی فارس آمده رسید. بنده الله جوابی درست گفتند. خب مسلم جوابی درست گفتید. نصرالدین زاق جوابی درست گفتید. کامران میرزایف جوابی درست گفتید. خیلی خوب. خیلی خوب. و همه آنهایی که نوشته کردند زیر چت ما جوابهایشان درست بود و 11 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند، اما یک نفر زاغ را انتخاب کردند، یک نفر عقاب را و 2 نفر کبوتر را انتخاب کردند که خطا بود. میبینیم که به پیش برآمد. محمد در جای اول، احمد در جای دوم. احمد پیهم به 7 سوال ما جوابی درست گفتید. ماشاءالله. عبدالله نیز در جایهای اول هستند. علیشیر و انس. تبریک میکنم هر یک شما را. ماشاءالله. اونهایی که نوکک داخل شدید، خوش آمدید به شبکه قرآن دستور عمل انسان. خوش آمدید به شبکه زمان دونستان. و شما نیز میتوانید زیر چت نوشته کنید و پس از چند لحظه ما باز قسمت دوم را آغاز میکنیم و شما نیز میتوانید اشتراک کنید. عادی و آسان است طرز اشتراک کردن در برنامه ما. سوال اخیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تا اگر می توانستم امر دهم بجز الله باز سجده کنید. می گفتم که زن در نزد پدر سجده کند. می گفتم که زن در نزد شوهر سجده کند. می گفتم که زن در نزد برادر سجده کند. می گفتم که شوهر در نزد زن سجود کند. کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر می توانستم امر دهم، یعنی اگر می توانستم امر دهم بجز الله باز کی را سجده کنید؟ جواب در پایان است. شکرا، جوابتان درست است. خب نصرالدین ازاقوف زرد نوشته کردید. بله جوابتان درست است. پروین اسماعیل و جوابتان درست است. خیلی خوب. بله می گفتم که زن در نزد شوهر سجده کند و 11 نفر جوابهای درست گفتند. ماشاءالله. باعث تبسم آن است که 2 نفر گفتند که شوهر در نزد زن سجود کند و یا 2 نفر دیگر گفتند که می گفتم که زن در نزد پدر سجده کند. و حدیث چنین است، در حدیث چنین آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر می توانستم امر دهم بجز الله باز می گفتم که زن در نزد شوهر سجده کند. اینجا اگر هست. برای همین این خطاب هم زنها و هم مردها است و این یک احترام است، یعنی که احترام نسبتی شوهر، چون با حدیث های دیگر هست که آنجا معنایش چون این که بهشتی زن شوهرش است، یعنی اینجا یک مانند کردن است. اصلا چون این نیست، این یک مانند کردن است. به همین خاطر ما این سوال رو استفاده کردیم و بیاید اکنون قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. من خیلی دوست می‌دارم آن همین قسمت را می‌بینیم که کیها به جاهای نمایان به پیش برآمدند. بسم الله. جای سیوم علیشیر، من شما را تبریک میکنم. جای دوم احمد، من شما را تبریک میکنم. و جای اول، جای بهترین، محمد، من شما را تبریک میکنم با 11,000. انس و عبدو 11,000 خال. انس و عبدو نیز در جایهای نمایان بودید. من شما را نیز تبریک میکنم. این کفکاپی ها برای شما در واقع رقابتی خوب و بهترین رقابت بود. و خب تشکر زیاد برای دعاهای نیکتان.
الله به شما نیز پاداش نیک عطا کند. تماشابینان عزیز، دیمه برای شما نیست الله پاداش نیک عطا کند برای سخنهای نیکتون. تشکر، زنده باشد. و بیایید، من میدونم که به صبرانه ما انتظار هستیم قسمت دیگر را. اگر چنین باشد میتوانید در زیر کامنتاری ها نوشته کنید و اگر انتظار باشید قسمت دوم را نیز آغاز کنیم تا که ما شما بهره گیریم از قسمت دیگری برنامه ما. بله، و خب خیلی خوب، تبریک میکنم همه آنهایی که برد کردند. قسمت دوم رو من این لحظه برای شما پیشنهاد میکنم انشاءالله، و اگر که همش خوب باشد ما بازی دوم را یک جا با شما ادامه خواهیم داد. خیلی خوب، تشکر فریدون، تشکر داور شروف، حتی اسلام. خب قسمت دو آغاز می شود انشاءالله و این است گیم پینی ما برای قسمت دومی بازی. 137 10 24 مرحمت نوشته کنید و داخل شوید به برنامه. 137 10 24. و تماشابینان عزیز، تا آن که همگان داخل به برنامه می شوید، ما دو شبکه تلگرامی داریم. یکی نام دارد قرآن تاجیک. اگر شما چنین نوشته کنید در تلگرام می برآید. آنجا تنها ترجمه معنای قرآن به زبان تاجیکی است. این حال زیاده از 80 سوره ترجمه شده است، الحمدلله. و غیر از این شبکه تلگرامی زمان دانستن داریم. آنجا هر نویگری که می شود ما پیشکش به شما میکنیم و هر کدامی از شما تلگرام داشته باشید در تلفن می توانید به شبکه های تلگرامی ما پیوست شوید، چون ما نیت داریم، نقشه داریم روزهای نزدیک بعضی درس ها را نیز به واسطه شبکه تلگرامی آماده و آغاز کنیم. از این خاطر شما می توانید به شبکه تلگرامی ما حتما ابونه شوید، پیوست شوید. خوبی شبکه تلگرام این است که شما بدون اینترنت، یعنی ببودن اینترنت، می توانید برنامه های ما را، یعنی ترجمه معنای سوره های قرآن را گوش کنید و هر جایی که هستید، در ماشین هستید، در هواپیما هستید، در قطار هستید، فرق ندارد. هر جایی که شما هستید یک مراتب آنجایی که وای فای دارد شما اون را گوش میکنید یا اینکه قسمتش را گوش میکنید و بعد از اون هر جا شما که سفر کردید شما میتوانید به اینترنت ترجمه معنای سوره را گوش کنید. و خواهش میکنم کسی که 137 10 24 نوشته کردید من شما را عین حال بیرون میکنم، از سری نو دوباره داخل شوید و به جای رقم در اول گیم پین را نوشته کنید و بعد از آن به جای رقم به خودتون تخلص انتخاب کنید. از شما عذر میخواهم چون رقم را چک کنید، بیرون کنید و به جایش تخلص انتخاب کنید. خب در شبکه دیگری ما زمانی دانستن شما روی اکران میبینید. در شبکه زمانی دانستن ما بعضی ویکتورینه ها رو نیز جای میدهیم. یعنی شما غیر از اینکه در شبکه یوتیوبی این گونه دانش و سنجش را تماشا میکنید، غیر از این شما میتوانید در شبکه تلگرامی ما خودتان به واسطه از بعضی سوال و جواب های ما نیز برخوردار باشید. خوش آمدید هم آنهایی که 16 نفر این لحظه به قسمت دیگری برنامه ما داخل شدند.
و واقعا همه برنامه ها را هر گونه استفاده می کنند. از این خاطر ما این برنامه به قول کهوت را برای فایده گرفتن استفاده کردیم و الحمدلله امروز شما شاهد هستید و میبینید که چگونه ما از آن استفاده میکنیم، یعنی از جهتی گرفتن علم و دانش. و خیلی خوب، و اگر شما آماده باشید من میبینم که 50 نفر تماشا میکنند، اما 16 نفر در داخل برنامه ما هستید. شما میتوانید شما نیز داخل شوید، در کهود نقطه ایت نوشته میکنید و در جای گیم پین 137-10-24 نوشته میکنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است به زبان انگلیسی، آنجا شما میتوانید با خودتان تخلص انتخاب کنید و داخل شوید به بازی. و خیلی عادی است، آسان است. یعنی مستقیم شما هم ما رو تماشا میکنید و هم میتوانید در داخلی برنامه در برنامه خودتان مستقیم اشتراک کنید. خوبتر است. خیلی خوب. و خب بسم الله آغاز میکنیم. خوش آمدید همان هایی که در داخلی برنامه ما هستید. سوال اول: نام نسلی که بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان بود؟ انصاری ها، مهاجران، سلفی ها، تابعین، کدامش درست است؟ نام نسلی که بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان بود، کدامش درست است؟ و 10 نفر جوابی درست گفتند. بله، تابعین. و عمر سهراب جوابتان درست بود. عبدالقادر بابا خانوف جوابتان درست بود. علی جان عبداللهیف جوابی درست گفتید. شکران، جوابتان درست بود. نصرالدین اوزاقوف نیز جوابی درست گفتند. بله، بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان تابعین گفتند. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. محمد در جای اول، امینه، عبدالله، علیشیر، پندی حق آنهایی که در جاهای اول قرار دارید من شما را تبریک میکنم. سوال دو: هر کسی چشنده طعم مرگ است و به سوی ما بازگردانیده شود، از کدام سوره است؟ عنکبوت 57، فرقان 2، مومنون و یا کهف. هر کسی چشنده مرگ است، طعم مرگ است و به سوی ما بازگردانیده شود، کدام سوره است؟ جوابهای شما. جوابهای خطا رو میبینم در زیر چت. یکی منیش جوابی درست گفتید و بعد از رجب محمدیف جوابی درست گفتید. بله، سوره عنکبوت آیت 57 و این سوره ترجمه معنی این سوره در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست و MP3 آن در شبکه قرآن تاجیک نیز هست. میتوانید در اومده آنجا پورا گوش کنید. و هر کسی چشنده مرگ است، طعم مرگ است. و این گونه به همین گونه مانند کلمه ها در چند سوره آمده است. واقعا در چند سوره آمده است. در سوره آل عمران اگر خطا نکنم. و واقعا این انا همین آیت باید ما را اندیشه کناند، تفکر کناند که هر کسی
وعده الله است. هر کسی چشنده طعم مرگ است و این دنیا دنیای کوتاه است. اگر بازگردیم به سوره نحل آیت 96 که من پیشتر در برنامه گفته گذاشتم، این دنیا فانی است، یعنی گذرنده است و دنیای ابدی نزد الله است و از این باید متفکر کنیم و آنچه نزد الله است باقی میماند، یعنی ابدی است. آنچه در نزد الله است باقی میماند. این از سوره نحل آیت 96. از این خاطر در واقع می باید که من و شما باید که درست و چقور فکر کنیم که این دنیا ابد نیست. از این خاطر باید که به عملهایمان اهمیت دهیم که چگونه ما امروزمان را میگذرانیم، با تماشای چی میگذرانیم، با شنیدن چی میگذرانیم و هر یک ثانیه قیمتترین وقتمان را به چی صرف میکنیم. بگذار میلیون ها باشد. آن چیزی که پیشتر گفتند تماشابین عزیز ما گفتند که اگر یک فحش باشد، اگر یک چیزی دیگر باشد، ما وقت داریم که تماشا کنیم، حتی 1 ساعت باشد هم وقت داریم. اما اگر آن چیزی باشد که گفتم ایمان بر جایش نمی ایستد، کم و زیاد می شود، برای ایمانی ما فایده می آورده باشد، ما حتما که وقت نداریم. خواب شیرین است، خواب می رویم و یا دیگر کار برایمان اولاتر و بالاتر است، اما تفکر نمی کنیم. هر کس چشنده طعم مرگ است. هر یک من و شما چشنده طعم مرگ هستیم. اما کی؟ وقتش برای ما نامعلوم است، ولی می آید. از این خاطر باید که تیار باشیم و آماده باشیم، کوشش ها کنیم. شکر گویم چون که در آغاز برنامه گذاشتیم الحمدلله صدها هزارها مراتب گفتیم کم است، نمیتوانیم شکر الله به جا بیاریم، اما شکر کنیم. و 6 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. در جای اول محمد هستند، علیشیر، آمینه، عبدالله، پندیحق، ابراهیم. 3 زینه به بالا برآمدید. کوشش کنید انشاءالله باز پیشتر میبراید. راست کردن صف در نماز جماعت موافق حدیث. حفظ از شیطان، برادری را به جا آوردن، دوست داشتن الله، مکمل کردن نماز. یعنی صفها را راست کنید میگوید امام وقتی که نماز جماعت را آغاز میکنند. من همین صف کردنی جماعت موافق حدیث چی است؟ حفظ از شیطان، برادری، دوست داشتن الله، مکمل کردنی نماز کدامش درست است؟ من میدونم که این واسه بسیاری ها جوابی نادرست میگویند. خیلی خوب. بله. بجز عمر، سهراب، دیگران جوابهای درست گفتند، خطا گفتند. بله، اکثریت حفظ از شیطان گفتند. مکمل کردنی نماز یعنی کامل کردنی نماز، پر کردنی نماز، یا به بچه دیگر اگر گویم موافق حدیث چون این بوده است. و 6 نفر جوابهای درست گفتید. من شما رو تبریک میکنم. خیلی خوب. و به سوالی اول میبینیم که به پیش برآمد و بعد از آن به سوالی دیگر میگذاریم. علی شیر، عمر حبیب، امید، علی کمالوف، قیام‌الدین، خوش آمدید و در جاهای خوب هستید. و امام علی نیز 9 زینه به بالا برآمدید. خب عمر سهراب سوال کردند که چگونه داخل شویم. کهود نقطه ایت نوشته کنید. در جایی که گیم پین نوشته شده است ببینید در پایان من نشان میدم 137 1024 نوشته میکنید. این گیم پین است. و خب در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان نام انتخاب کنید. میتوانید عمر سهراب نوشته کنید و داخل شوید. خوش آمدید.
و حتما لایک مونید تماشابینان عزیز سری نوار تا که دیگران نیز تماشا کنند، پهن شود نوار به دیگران. سوال دیگر. بهترین خیری این دنیای گذرا چیست؟ فرزندی خوب، همسری صالحه، آرامی روح، والدین دوست داشته. بهترین خیر این دنیای گذرا چیست؟ بهترینی یک شاید نعمت هم باشد، یک نیکی باشد، خیر باشد، برکت باشد، نمیدونم، همش را اگر یک خوبی هم گفتن ممکن است. و همگی 4 نفر جوابی درست گفتند. بله، همسری صالحه. همانیش جوابی درست گفتند. امیر شاه میرزایف جوابی درست گفتند. خیلی خوب، خیلی خوب، تبریک میکنم. و 4 نفر در داخل برنامه ما نیز جوابی درست گفتند. همسری صالح داشتن این یک نعمتی بزرگ برای هر یک مؤمن است. و الله تعالی نیز وقتی آدم را آفرید برایش همسر آفرید، چون این از خیر دنیای گذرا، از همسر فرزند به دنیا می آید و وابسته به همزن و همشوهر فرزندی خوب و صالح شدن و خیری، نیکویی، برکتی دنیا همسری صالح داشتن تا که فرزندی صالح به دنیا بیاید و تربیت نیک و صالح بگیرد. و همگی 4 نفر جوابی درست گفتن. من این واسه فکر میکنم که جای عوض کنی هم شد در پیشروی های ما. بیایید میبینیم رقابتی خوب است. علی شیر به جای اول بر آمدند، محمد، امید، عمر حبیب، علی کمالوف، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. و امید پیهم به 3 سوال ما جوابی درست گفتند. خیلی خوب، خیلی خوب. خب جوابی درست گفتید شما هم. خوش آمدید تماشابین عزیزی ما، خوش آمدید. و سوال 5. معنای از صلات خیر من النوم در اذان صبح چی است؟ به نماز برخیز، به خلاصی شتابت، نماز از خواب بهتر، به نماز شتابت. کدامش درست است؟ معنای از صلات خیر من النوم، این را در اذان صبح میگویند. کدامش درست است؟ الصلاة خیر من النوم. خیلی خوب، قریب همه جوابی درست گفتند. خب امیر شاه میرزایف جوابتان درست، نورعلی ابراهیموف جوابتان درست، یوان تیوی جوابتان درست و 14 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابهای درست گفتند. اسرائیل میروف نیست جوابی درست گفته. خیلی خوب، هر کسی کبود نوشته کرده شما نیز جوابهایتان قبول است، درست است. کمترین ها جوابی خطا گفتند. خب در جای اول محمد هستند، علی شیر جای دوم، امید، عمر حبیب، علی کمالوف و عبدونیس 3 زینه به بالا بر اومدید. من شما را تبریک میکنم. سوال 6. مشرک کیست؟ ناباور یعنی ناباوری کردن، عالم، پیروی توحید و یا بسیار خدا. کدامی از این در پایان نوشته کرده مشرک است؟ مشرک کیست؟ خب هر کسی که سبز را پخش کرد درست گفت. امیر شاه میرزایف جوابتان درست است. خیلی خوب. خب لا اله الا الله محمد رسول الله جوابتان درست است. خیلی خوب. تشکر زیاد برای سخنهای نیکتان. ابوبکر میرف الله شما راضی باشد، پاداشی نیک برایتان عطا کند.
و همه ما رو نصیب گرداند. آن چیزی که شما برای برادرتان دعا میکنید الله بهترش را برای شما نصیب گرداند، از آن بهتر. همین. و خب 10 نفر جوابی درست گفتند. کمترین ها جوابشان خطا بود. بله، مشرک آن کسی که به الله شریک می آورد، یعنی بسیار خدا. در عموم اگر گوییم بسیار خدا، اما هر کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک می آورد مشرک است. یعنی که بغیر از الله سبحانه و تعالی از کسی دیگر چیزی دیگر طلب می کند، این همه به شرک داخل می شود. یا عمل هایی که امروز خیلی زیاد پهن شده است در اکثر در جاهای خودمان، مثلا از قبر پرسیدن و یا از مرده ها پرسیدن یا اینکه مرده ها را در میان مانده و گفتند که ما به مرده میگوییم تا که مرده رفته به الله رساند. این گونه سخن ها خیلی زیاد است. این همه شرک است و عمل های شرکی است. مشرک گفته همه آنها را میگویند که بغیر از الله و خدای دیگر میگویند. این مشرک است. و خب بیایید ببینیم که به پیش برآمد. محمد، علی شیر، آمینه، امید، نصرالدین، آنها که در جاهای نمایان هستید، احمد ناروف، 8 زینه به بالا برآمدید. خیلی خوب، کوشش کنید انشاءالله در قسمت های دیگری سوال ها به بالا میبرید. احمد ناروف، امیدواریم. اینک سوال 7. کدام از این سوره وجود ندارد؟ ابراهیم، یوسف، موسی و یا یونس؟ کدامش؟ کدامی از این سوره نیست؟ جواب های شما. چت خاموش است. چت خاموش است. الله پاک است. داورش رو جواباتان درست. خیلی خوب. اولین شده شما جوابی درست گفتید. خیلی خوبه. بعد از آن باز جوابی درست از حاجی یوسف آماده رسید. امیر شامیرزایف آماده رسید. از جانبی غنی آماده رسید. خیلی خوب. و 13 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابی درست گفتند. بله، سوره با نام موسی آمده است نیست. یعنی سوره ابراهیم هست، سوره یوسف هست، سوره یونس هست، اما درباره موسی بسیار آمده است و موافقی معلومات هایی که ما پیشتر نیز گفته گذاشته بودیم، نام موسی نیست از دیگر پیامبران زیادتر در قرآن آمده است، اما سوره با نام موسی نیست. این بود جوابی درست. و 13 نفر فعال بودند و 13 نفر جوابی درست گفتند. اینک و میبینیم که به پیش برآمد. محمد، علی شیر، نصرالدین، عبدالله، آمینه و 4 نفری اولی ما پیهم به 4 سوال ها جواب های درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. موافق کتاب حدیث و حیات اولین شهید در اسلام عمار، حمزه، عمر فاروق و یا سمیه؟ اولین شهید بعد از آمدن اسلام، اولین کسی که شهید شده است، به شهادت رسیده است. جواب های شما. بله، امیر شاه میرزایی جوابتان درست است. دلشاد حیب‌الله جوابتان درست است. ایوان ایوانوف جوابتان درست است. یوان تیوی جوابتان درست است. مستقیم جوابی درست. داور اشرف جوابی درست. حاجی یوسف، غنی، دولای جان ابراهیموف، نورعلی ابراهیموف، منیشت، اکثریت جوابهای درست گفتید و 13 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابی درست گفتند. سمیه. بله. و شرح نمیدهیم. اکثریت خواندند و اکثریت دیگر تماشا کردند
حتی از کتاب در بعضی فیلم ها نیز استفاده کردند. سمیه نفری است که اولین به شهادت رسیده است در اسلام. و در جای اول محمد، علیشیر، نصرالدین، عبدالله، عمر، حبیب نیست. ماشاءالله، خیلی خوب. 3 نفر اول با 4 سوال ما جوابی درست گفتند پای هم. سوال 9: کسی که رویاکی اسلام آورده است و در دل باور ندارد وی را چی میگویند؟ منافق، محسن، مؤمن، مسلم. کسی که رویاکی اسلام آورده است اما در دل باور ندارد وی را کی میگویند یا چی میگویند؟ بهترش چی میگویند؟ خب جوابهای شما از یک بار جوابهای درست آمده رسید. اولینش غنی جوابی درست گفتند. نورالله ابراهیموف جوابی درست گفتند. طلعت جان ابراهیموف جوابی درست گفتند. اسرائیل میروف جوابی درست گفتید و قریب همگی جوابی درست گفتند در داخل برنامه ما نیست. ولی منافق، کسی که روی که اسلام آورده است و در دل باور ندارد. در پیش، چون پیشتر محمد، علیشیر، نصرالدین، عبدالله، عمر، حبیب، آنهایی که در جاهای بهترین قرار دارد. تبریک میکنم شما را. واقعا رقابتی خوب است. در واقع من باور کنید خیلی و خیلی از این گونه رقابت خرسند میشوم. شاید پس از سوال اخیر جواب ها دیگر شود، یعنی جای ها دیگر شود. کسی به پیش میبراید، کسی از بالا به پایان میفراید. چون 2 مراتب خالی زیاد انشاءالله ما آماده کردیم. سوال 10: ترجمه معنای منافق. کافر، دورویه، بدعتی و یا بخیل. ترجمه معنای منافق. با دقت باشد. چت ما تا حال خاموش، نمیدونم چرا، هرچند که معلوم است. بله این است دیگر. خیلی خوب. خیلی خوب. هر کسی که در چت نوشته کرده درویه، بله جوابتان درست است. خطا نکنم اول از غنی اومده رسید و بعد از آن امیر شاه میرزایف. نور علی ابراهیموف اومده رسید جواب درست. سنگین حکیموف جوابتان درست است. خیلی و خیلی خوب. لا اله الا الله جوابتان درست است. و 12 نفر در داخل برنامه ما نیز جوابی درست گفتند. بله درویه. ترجمه معنای منافق. و فکر کنم که منافق این خب به زبان خودمان نیست، الکی معلوم است که منافق این همون کسی که 2 تا رو دارد، یعنی 2 تا فکر دارد. به قول خودمان اگر باز سبکتر و آسانتر کرده گویم 2 تا دل دارد، هم از این طرف هم از این طرف. از یک طرف دلش به الله و به رسول باور میگوید به زبان، اما در دل باشد ندارد. یعنی که درست‌تر میشود که یک دل دارد و یک زبان دارد. خب تشکر زیاد. خیلی خوب. و در واقع من امروز به نهایت خرسند شدم. واقعا در واقع رقابتی به نهایت خوب بود. و این واسه بیاید اکنون میبینیم که کی به پیش بر اومد. بهترین جای برنامه ما آمده رسید و شاید چون که من گفتم جای عوض کنی شده باشد. الله اعلم. بیاید میبینیم. جای 3 نصرالدین، من شما رو تبریک میکنم. جای 2 علیشیر، مبارک باشد. جای اول نصیبی محمد کش، تبریک میکنم شما را. و عبدالله و عمر حبیب نیز در جایهای نمایان بودند. من شما را تبریک میکنم. انا این جایهای بهترین برای شما بود و تبریک میکنم. یک بار دیگر من همون غالبیت را پیش شما میبرارم. نصرالدین جای 3، تبریک شما را. علیشیر جای 2 و جای اول نصیبی محمد گردید. تبریک میکنم. و بهترین جایها را نیز همچنین
عبدالله و عمر حبیب نیز سزاوار شدید. تبریک شما را نیز. تشکر. و یک بار دیگر تبریک میکنم همانهایی که برد کردن در برنامه ما و الله از شما راضی باشد، پاداش نیک عطا کند. برای سخنهای نیکتان برادر عزیز ابوبکر و برای هر یکی شما که سخنهای نیک میگوید الله کند، چون میگویند که هر کسی را که تو دوست داشتی و گفتی که دوست میدارم، در زیر سایه الله، از برای الله اگر دوست داری باشد زیر سایه الله میشوی و الله دوست دارد شما را. و هر چیزی که بهترینی که ما به خودمان میخواهیم آن را برای برادرمان خواهیم و دعا میکنیم که الله از همان بهترش را برای آن برادری که برای ما خواسته باشد برای وی نصیب گرداند. امین. و این است دعاهای آنهایی که همدیگر را به خاطر الله دوست می‌دارند. یعنی هر چیزی که خوب، هر چیزی که نیک، هر برکتی که در حیات و زندگی دارند، برکتی کوتاهی که دارند، از آن بهترش را برای برادر خودشان آرزو میکنند، دعا میکنند. و من آرزو میکنم علل خصوص برای همه شما دوستان و برادران عزیزم، از آنچه که شما برای من آرزو کردید و دعا کردید، از آن بهترش را الله برایتان نصیب گرداند. و اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسید و انشاءالله کوشش ها میکنیم شاید هفته دیگر برنامه رو بدونی برنده کنیم، چون بعضی کارهای شخصی داشتم و اگر که برنامه رو پیشنهاد کردنی شدیم حتما در شبکه تلگرامی زمانی دانستن شما رو خبردار میکنیم. از این خاطر به شبکه زمانی دانستن پیوست شوید و ما پیشکی انشاءالله آگاه میکنیم و هم در صحاب شسته ها نوشته میکنیم. و اگر برنامه هفته دیگر نشود کوشش میکنیم که طور اتوماتیکی آن را برای شما پیشنهاد کنیم و سوال های تکراری رو انشاءالله. و تا واخوری های دیگر خودتان، نزدیکانتان، اطرافیانتان را احتیاط کنید. الله برکتی نیک در این دنیای کوتاه، در این روزهای کوتاه دنیایی برای هر یکی شما نصیب گرداند و آرزو میکنیم، دعا میکنیم که الله تعالی کند که در راه هدایت باشیم و هدایت یافته باشیم و دعا میکنیم که ایمان ما همیشگی کاهش و کاسته نشود و بالا رود و همدیگر را چنین دعا میکنیم و کوشش ها هم میکنیم که تا ما بین هم پول گردیم، ما بین هم توپروگیا ماست گردیم به قولی آسان فهم، که توانیم همدیگر را قوه‌ای و نیروی ایمانی داده توانیم تا که ایمان ما کاسته نشود، کم نشود، بلکه بالا رود. تا بخوری های دیگر الله نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آسمان های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم.
سوره اعلا یعنی برتر در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن، چنان که لایق بزرگی است. آن ذاتی که آفرید مخلوقات را و استوار داشت و آن ذاتی که اندازه معین کرد، سپس همه خلق را به آنچه مناسب می شوند راه نمود. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. و آن ذاتی که چراگاه ها را رویانید سپس خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد غیر آنچه الله بخواهد. همانا او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا. و در کار تو و در همه امور دینی و دنیوی که به تو رو می نماید آسانی پدید می آوریم. ای رسول اگر به قومت پند دادنت فایده کند پند ده. خود را عذاب مده در پند دادن شخصی که سرکشی می کند. سیذکر من یخشی و یتجنبها الاشقا. هر کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد پذیرفت و بدبخت ترین فرد از آن پند دوری خواهد گزید. الذی یصلی النار الکبری. همان کس که در آتش بزرگ جهنم در افتد ثم لا یموت فیها ولا یحیا. آنگاه در آنجا نبی میرد که راحت یابد و نه زنده می شود که فایده بیند. قد افلح من تزکا. به درستی کسی که خود را پاکیزه داشت نجات یافت. و ذکر اسم ربه فصلی. و رستگار شد هر که نام پروردگار خود را بر زبان آورد و برای رضاگی او نماز گزارید. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بلکه شما ای مردم زندگی این جهان را از نعمتهای آخرت افضل می شمارید، حال آن که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بیگمان این سخنها در کتاب‌های پیشینه نیز هست، کتاب‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام. شما ترجمه معنای سوره اعلا یعنی برتر را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. از کتاب قرآن کریم و تفسیر در روش میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.